نفر هستیم؟ 20 نفر است. نماینده شما 20 نفر. طول چند سال است با همین سال کار چی داره؟ 2 سال میشه. 2 سال. 2 سال شده همین پروسس سودی رفته شده است. همینجا سوم چهارم برشی می‌بینید. همینجا. 2 مراتب شد افراد همین جمعیت حل کردن وزارت ولایت حکم سود برآورد و فایده همین جمعیت برآورد با این کاساسیون سود با دیگه دادای سود است این مردم اومدن رفتن سودان اصلا نتیجه یعنی خوش نیست یعنی سود میبرن که با شکایت میرسه با اثر مبارک محمدشاه استقامت کننده دهه جوانی جماعت وحدت نویای دایر با همین مسئله روشنی انداختنی هم که همین مبلغی که همین مراد گرفتگی یک مثلا 3 میلیون گرفتگی 2 میلیون سوم گرفتگی در اساس همین پول گرفتگی خانه استقامتی ما را 70 خانه استقامتی را در گرا موندگی به اجازت ما یگان تمام نمیدونیم وقتی که فرمان جناب شید ما را زمین دادن گفتن که به قرض در ما زمین را گرفتیم اگر میفهمیدیم که زمین همه قرضی داره ما زمین را نمیگرفتیم انا در اساس همین یک 70 خانه استقامتی ما را در گرام میمونن ای بانک همین مبلغ پول کلان میگیرن چیز در استفاده بردن چیکار کردن ایران هیچ حل خودش نمیاد 2 سال شد همین 164 خواجگی همین سرگردان میره میاد هزار آدم همین تای همین چیا که ماتریال اوشر آوردگی من همین خواهش دارم ایام رسانه‌های خبری که همین مبلغی که مثلا همین اوشر بیدار همین خلق آوردگی در زیمه همون چی کنم در زیمه همون گذاشته شود باز زیاد شود همین مبلغ گرفتگی پولی که ما نگرفتیم یکان چیز استفاده نبردیم ما خورد مجری خطی وقتی معلومه اومدیم از طرف سویت وزیران 5 سال همه انداز آزاد میدیم من خودم در همونجا استقامت میکنم 40 سال شد در همه خانه زندگی میکنم چقدر به اجازت من خانه را میبرد در گرام میمونم در کدام اساس یگان حجت شما نگرفتید یگان حجت پیشنهاد شدگی نیست خبر دورانبek ساکن محله سلطان‌آباد جماعت وحدت نویای بخش در اون جماعت چقدر خواجگی حاضر باید پول پرداخت کنند 164 خواجگی این 164 خواجگی یگان تی گرفتگی نیست گرفتگی نیست 2 بار سود مرافع رفتگی 2 بار طرف خلق حلشگی ایتو با امران حق نیست گفته با این سود اقتصادی جمهوری تاجیکستان دادگی انتظارات شما چی است از زمین انتظارات ما همه که سود اقتصادی جمهوری طرف خلق حل کنه کدومی که قرض گرفته قرض هم آدم بسپاره برای که در خواجگی در هم استفاده شدگی نیست استفاده بشید مثال میگفتن که زمین قرضان ما قرض زمین را قبول میگیم داغش ای جناب ای کادستر رودا اومد گفت که زمین قرض کدومی قرض گرفتگی برای چی گرفتگی خودش قرض از خودش دادم میگیره شما چقدر زمین دارید چی مقدار زمین 1.5 گکتار چی میکارید بیشتر در اونجا پخته یعنی که همین زمینی که شما گرفتین نمیدونید که این زمین قرضدار است نه بعدی 2 سال 3 سال همین معلوم شد که قرض داره